از بررسی آیفون 17 گرفته تا مقایسهش با آیفون 16. من کوروشم، خوش اومدید به این ویدیو. مدل های آیفون 17 امسال برخلاف سالهای گذشته آیفون میخواد 4 تا مدل آیفون رو عرضه کنه. آیفون 17 معمولی، آیفون 17 پرو و آیفون 17 پرو مکس و خاص‌ترینشون که برای اولین بار عرضه میشه آیفون 17 ایر. حالا میپرسین آیفون 17 ایر چی هست؟ مدل باریکتر و سبکتر آیفونه. چیز خیلی جذابی میشه برای کاربران آیفون. از اونجا که میدونم خیلی کنجکاوید بدونید آیفون 17 ایر چه تغییراتی کرده، باید یه سری ویژگی‌هاشو بهتون بگم. ضخامت این گوشی فقط به 5.5 میلیمتر رسیده و نازک‌ترین آیفون تاریخه. ابعاد نمایشگر 6.6 اینچیه به خاطر اینکه استحکام بدنه رو ببرن بالا. از ترکیب تیتانیوم و آلومینیوم استفاده کردن، هم نازک‌تر بشه هم استحکامش بره بالاتر. وقتی که عرضه میشه با این رنگ عرضه میشه: سفید، مشکی و آبی روشن و طلایی. دوربینای آیفون 17. اول از آیفون 17 ایر صحبت میکنیم که تا الان صحبتش بوده. دوربین آیفون 17 ایر تک لنز است با 48 مگاپیکسلی. آیفون 17 معمولی دوربین دوگانه داره با لنز واید و اولترا واید. آیفون 17 پرو و پرو مکس دوربین سه‌گانه داره با لنزهای واید، اولترا واید و تلفوتو 48 مگاپیکسلی. و یه چیز جالبی که امسال به گوشی آیفون 17 اضافه شده، فیلمبرداری با قدرت 8K که مشخص میشه آیفون میخواد یه رقابت سنگین رو با سامسونگ شروع کنه. بحث دوربین. اگه بخوام یه جوری ساده درباره باتری‌های جدید آیفون 17 صحبت کنم، آیفون 17 ایر حدود 20 ساعت پخش ویدیو رو میتونه ساپورت کنه. آیفون 17 معمولی حدود 22 ساعت پخش ویدیو رو میتونه ساپورت کنه. و یه چیز خیلی جالبی که الان به چشم خورده، آیفون 17 پرو و پرو مکس حدود 24 ساعت پخش ویدیو رو میتونن ساپورت کنن. این خیلی پیشرفت خوبی برای آیفون محسوب میشه. و اگه بخوایم درباره قیمت این گوشی صحبت کنیم، گوشی آیفون 17 پرو حدود $1049 و آیفون 17 پرو مکس بین $1199 تا $1249. به رسیدیم به چه بخشی از ویدیو، بخشی که خیلی من علاقه دارم بهش و گذاشتم بخش پایانی باشه که ویدیو حتما شما تا آخر نگاه کنید و اون دکمه لایک رو بکوبید که از اون بیرنگی در اون سفیدیش بخور تو چشمون. سراغ پردازنده و طراحی و دوربین بین آیفون 16 و 17. تو بخش پردازنده آیفون 17 چیپ A19 پرو بهره میبره که عملکرد بهتری نسبت به A18 داره که تو آیفون 17 بخش 16 به کار رفته. طراحی مدل ایر با ضخامت 5.5 میلیمتری باریک‌ترین آیفون تاریخه. حالا تو به 16 به پایین بگید، اصلا بگیم اولین نسخه آیفونی که عرضه شده، هیچ وقت ضخامتش انقدر کم نبوده. 5.5 میلیمتری خیلی کمه. تو بخش دوربین تو پرو و پرو مکس ما قابلیت فیلمبرداری 8K رو داریم، همون 8K خودمون. برای اونایی که تولید محتوا میکنن، برای اون که کانتنت کریئتور تو اینستا فعالیت میکنه، تو یوتیوب، تو هر سوشال میدیایی که فعالیت میکنه و نیاز به فیلمبرداری داره، میتونه با یه دوربین خیلی خوب کاراشو خیلی سطحشو بالاتر ببره و تفاوت خیلی بیشتری هست بین دوربین آیفون 16 و آیفون 17. بچه‌ها کمک کنید تعداد فالوورها و سابسکرایبرها بره بالاتر و بتونیم این گوشی‌ها رو ما بخریم و تست کنیم و ویدیوشو برای شما بذاریم. حالا ما یه مجموعه کوچیکیم و دوست داریم خیلی زودتر پیشرفت کنیم. اگه دنبال اخبار بیشتر و جامع‌تری هستین که مثلا هر لحظه‌ای که
مثلا هر اتفاقی درباره گوشی و تکنولوژی، حالا ویندوز گرفته، گیم‌های جدید و هر چیزی، تو کانال تلگراممون اوسین آکادمی KH87 خیلی میتونه این کانال بهتون اطلاع رسانی بهتری داشته باشه. خیلی من اخبار رو زود میذارم، یه مجموعه داریم که این اخبار خیلی زودتر میزنیم که الان هم که درباره آیفون 17 صحبت کردیم، یه اخبار جدیدی هم همین الان گذاشتم درباره آیفون 17 ایر. لطفاً زودتر ما رو به 100 نفر برسونید که بریم برای تارگت بعدمون که 1K و همینجوری بریم بالاتر، خانواده‌مون رو بزرگتر کنیم.